زنان خودنما و نیم برهنه که خود را به نمایش میگذاره خوب گوش کنید. دیروز دو دختره که مثل شما مخندیدند، نوار میگرفتند، در ملای آن خودنمایی و رقص و بازی‌ها میکردند و بیننده زیاد داشتند، امروز زری خاکند. کامراهاشون خاموش شد، نوارهای بهایاشون موند، اما خودی آنها نه. در ریوایتی بخاری و مسلم آمده است که پايومباри خودو درود خداوند بر او باد فرمودند: هر یک امتی من عفو می شود مگر کسانی که گناهشان را آشکارا میکنند. وقتی به حجابی، به حیایی، پیشوا و فتنه آشکارا در نوار است، این دیگر کانتد نیست، گناه آشکارا است. سوال این نیست که چند لایک گرفتی، سوال این است اگر امروز بمیری این نوار با تو به قبر می درآید یا نه. حیا آر نیست، فرض است. شهرت داشتن نجات نمیدهد، زیبایی و تن و توش شما میپوسد، آن چی میماند عمل است. پیش از نواری نو کردن یک لحظه فکر کنین که آیا این نوار شاهدی من میشود یا بر ضد من گواهی میدهد. یعنی خودتان را در گناه آلوده نگردانید. این عمری کوتاه میگذرد، روز میشه که در پیش الله سبحانه و تعالی برای این همه کرده هایتان جواب خواهید داد.